به سراغ نیمه نهایی یورو 2024 میریم با دیداری بین اسپانیا و فرانسه برای مشخص شدن یک سمت فینال. فرانسه با یک عملکرد ضعیف و حتی زدن یک گل در جریان بازی به نیمه نهایی رسیده، اما در طرف مقابل تمام بازی‌های خودش رو اسپانیا تا به اینجا با پیروزی پشت سر گذاشته و به شایستگی در نیمه نهایی حضور داره. اسپانیا در این بازی کارواخال رو به دلیل محرومیت و پدری رو به دلیل مصدومیت همراه خودش نداره. فرانسه برخلاف انتظارات خیلی زود و در دقیقه 8 توسط کولوموانی به اولین گل خودش در جریان بازی و تورنمنت رسید و با یک گل از اسپانیا پیشی گرفت. اما اسپانیا همونطور که ازش انتظار میرفت پا پس نکشید و در عرض 4 دقیقه روند بازی رو به نفع خودش تغییر داد. اونا ابتدا در دقیقه 20 توسط یامال با یک شوت فوق‌العاده از پشت محوطه به گل اول خودشون رسیدن تا یامال 16 ساله به جوانترین گلزن تاریخ یورو تبدیل بشه و سپس در دقیقه 24 با حرکت زیبای اولمو و گل به خودی کنده به گل دوم خودشون هم دست پیدا کردن تا بازی رو 2-1 به سود خودشون تغییر بدن. در انتهای بازی اتحادیه اروپا گل دوم اسپانیا رو به نام اولمو ثبت کرد. بازی تا دقیقه 90 جذاب و هیجانی پیش رفت، اما همین نتیجه حفظ شد تا تکلیف اولین صعود کننده به فینال یورو 2024 مشخص بشه و اسپانیا در یک سمت فینال قرار بگیره. در بازی دیشب ژیرو بهترین گلزن فرانسه با 57 گل آخرین بازی ملی خودش رو برای فرانسه انجام داد. خصوص نواس با 38 سال سن به مسن‌ترین بازیکنی که در نیمه نهایی یورو بازی میکنه تبدیل شد و تیم ملی اسپانیا با به دست آوردن 6 پیروزی تا رسیدن به فینال رکورددار در تمامی تورنمنت‌های بزرگ از این حیث شدند. یامال هم علاوه بر رکورد شکنیش در جریان بازی در انتهای بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. حالا باید منتظر بازی انگلیس و هلند باشیم تا اون سمت دیگه فینال هم مشخص بشه. از نظر شما کدوم تیم بین انگلیس و